سلام بچه ها، مخلصم، چاکرم، خوش اومدین به چنل خودتون بچه های خفن مفن. ادامه سفر بلاگرها و هنرمندان ایرانی به تاجیکستان رو با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که از این قسمت شما هم خوشتون بیاد و همین دیگه بریم و ببینیم. Let's go. باور نکردنی مردم در کشور تاجیکستان تاکید ویژه‌ای دارن روی هویت و اصالت تاریخیشون. ای والله، این ببین، این خیلی مهمه. این خیلی مهمه که تو هویتتو فراموش نکنی. بعضیا مثلا غرب زده میشن، شنیدین؟ یعنی هر چی که کشورهای اروپایی و آمریکایی بگن قبول میکنن و هر چی هم که اونا میگن درسته و کنن طرز فکرشون رفته به اون سمت و هویت خودشون رو فراموش کردن. ولی میبینیم که مردم تاجیکستان هویت ملیشون خیلی دوست دارن و این خیلی مهمه. در واقع از برج استقلال تاجیکستان شما میتونید تمام شهر رو در یک نمای 360 درجه تماشا بکنید. آفرین، خیلی بزرگه. من نمیدونم این برج استقلال از برج آزادی چی برج میلاد ایران بزرگتره، نمیدونم، ولی خیلی بزرگه این استقلال. پشت سده، اینجا بهش میگن دریا، بروزخونه ها اینا میگن دریا. و چقدر با صفاست. به به، بریم با هم دیگه ببینیم چه خبر اینجا تهش، ببینیم چه جوریه. ماشاءالله. هر وقتی که خوام که اعصابم آرام باشم ببینم روز میشینم هم طرف دوام میکنم. به به، چه صندلی قشنگی دید. این صندلیه که اینجوری تکون می‌خوره. اوه چه آبی. مامه شیر بی بی. مامه شیر بی بی. چه خوشگله. اونجا نگاه کردم، اعصابم آرام کردم. نیست به این آب پشت مخزن صد میگن آب انبار. آب صد رو نگاه کنید چقدر زلاله. چقدر زلاله. آب رو خوردن آب صد. آقا تاجیکستان آب خدا رو شکر خیلی زیادی داره، برقش هم خیلی زیاده و آبش به خاطر کوههای زیادیه که چشمه رودخانه از اونجا جاری میشن و میان و برقش هم به خاطر این سدایی است که پشتش این توربینا برق رو تولید میکنن. اینجا کت سنگ فرمودی، سنگ بزرگ، سنگ کلان رو میگن کت سنگ. کتکلا مثلا ما نمیگیم. باقی شما کتکلا. باقی شماست. به به، آقا شمانوز داشته. از اونجا اومدیم توی ماشاءالله این چه باقی. حالا که میرم هم بدون کوه که دیدنی بابای همونجا. آها، الان میخوام داخل کوه. به 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 به. اوه چه زیباست. اون روبروی میگه داخل کوه. حالا بریم با قایق ببینیم. با قایق میخوایم دوباره بریم. ماشاءالله، ای والله. عالی. چه آبی، چه آب زلالی. شفاف بودن آب. یا خدا چقدر شفاف آبش. انگار فیلتره، انگار که شاخی گندم رنگ ریخته. مشخص بود تو آب داره. آب خیلی شفافه. برای در سال 2015 تا سال 2025 سال آبی تازه اعلام شده در وطن ما. سال آبی تازه. خیلی آبش شفاف، زیبا. بنزین قایق رو بزنیم، میخوایم بریم سمت اون غار و کوه. من بریم غار. ماشاءالله. نه فیلتر نه چیز دیگه، فقط رنگ آب. ببینید رنگ آب واقعا چقدر خوشگله. آبو نگاه کن. چقدر زیبا.
اوه عالیه. یعنی چی بگم، هر چی بگم کم گفتم. ماشاءالله ماشاءالله چقدر زیباست. نگاه کن اینجوری موج برمیداره میره اینور اینور آب. چقدر زیباست. ماشاءالله ماشاءالله. اوه واو واو دشتو ببین. داره اینو میبر توی قاری. قایق پارک چی دودادران نمیدونم چی میشه، ولی پرنده شکاری از نوع پرنده مثل شاهین و اینا. پرنده ماهی شکار. ماهی شبیه مرغ ماهی خاره بس. ماهی شکار. همون سفیده کلام و ماهی شکار مکنه خانده رسی بسر ریر زده کو روش جای نفت رسی دعاش ده. خراش عشقی دارم میکنه. میگه خرزوخ شده یا مثل خر داره کیف میکنه. راست میگه. ما یه مثال داریم تو ایران میگیم طرف خرکیف شده. خب خرکیف الان این خرال نگاه کن تو این فضا تو این آب و هوا میگه خرزوقه خرکیف. اما یه اتفاق خیلی جالب، درست وقتی که ما داشتیم عکس و فیلم تهیه میکردیم برای ساخت این کلیپ، یه جمعیت 7-8 نفره‌ای رو در نزدیکی خودمون دیدیم که به سمت ما آمدن و به زبون فارسی با ما سلام علیک کردن. یکم که باشون صحبت کردیم متوجه شدیم که این گروه از دوستان هنرمندان ازبکستانی هستند که برای شرکت در یک سمینار به شهر دوشنبه اومده بودن. عربم چون تاجیک زبان بوده با فارسی، یعنی که اجدادانم صحبت میکنم. زبون بچه ها ازبکستان هم فارسیه. یعنی این برام خیلی جالبه. من میدونم که بخشی از ازبکستان هم زبونشون فارسیه، یعنی من میدونم، ولی زبون رسمیشون نمیدونم چیه. سپاسگزارم. من اولین باری که میام تاجیکستان و بسیار بسیار برام لذت بخشه، به خاطر اینکه احساس میکنم تکیه های جدا افتاده از یک بدن بعد از قرنها میتونیم با همدیگه معاشرت کنیم، زبون همو میفهمیم، فرهنگ و پیشینه و تمدن مشترک داریم و این راست میگه به خدا. و همین شد بیش که از حد این لذت بخش. چند کلمه با من صحبت کنید. اوه این مهمان خواننده هستش. ایول. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لبی دندانت صدقه، ای غنچه دهان گیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لبی دندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لبی دندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لبی دندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. صدای ذوق خره در واقع. ماشاءالله اوه چه آب و هوا یا خدا. نگاه کن ما این که اینجوری میکنن ما تو زایده بهش میگیم علقیرتک. اینجا فقط اون قسمت تاج صد داریم میرسیم که تولید برق و به اصطلاح اینجا یه چیزی گفت مثل نیروگاه تور، اینجا توربینا در واقع اینجا قرار گرفتن. تاج صد اینجا برق اینجا تقسیم میشه. ماشاءالله ماشاءالله. البته مثل این خیلی ها هست، خیلی جاهایی برقش مثل افغانستان نیست، چون افغانستان اگه توجه کرده باشین برقش کمه، خیلی کم داره برق. چه رسیدگی میکنن توی این فضا، ظرفای مختلف انرژی. بچه ها توی این فضا توی این لوکیشن همچین پذیرایی نامبروانه دیگه، عالیه. انرژیزهای مختلف، خیلی لیمونات، آبای گازدار، سودا. یعنی افغانستان رو فکر کنم. افغانستانی را نه بروورد افغان. اون از افغانستانه. انا یا با فکرم که مال افغانستان. آره افغانستان داره. مال ایران بود.
دیشب دیدم الان اینجا نیست. اصلا کاغذی کارتون داره مال ایران بودن. اینجا بسیار هستن. آره خوبه. اینجا بچه‌ها دارن دست جمعی نماز جماعت میکنن. ماشاءالله دست جمعی نماز جماعت میکنن. من یه دونه اینجا لیموناد دیدم دارم خواست. آفرین. اینو با هم بزنیم. چقدر خوش رنگه. با هم بزن آقا. هم بزن جان. ماشاءالله ماشاءالله. آقا ببخشید شما زحمت کشیدید. واو واو. در نکنه برای خودت هم بریز. جان به این چی میگین؟ سمیشکه. ما میگیم سمیشکه. حالا چه همه عشقی میکنن، همه دور هم جمع شدن دور این سفره توی این فضا و لوکیشن دارن اشغال میکنن. ماشاءالله. حالا همه ایران میگن یا ما تو مازندران بهش میگیم سمیشکه، نمیدونم ولی ما تو مازندران دور هم میشینیم میگیم سمیشکه. ما این خمیاره میرن این نام خدا. یا خدا. یعنی این پلاستیک همش تخمه بوده، همه رو خوردن. عجب. داخل استفاده کنه لذت داره، هر چند روز خواست بمونه و بره. این نکته خیلی واسه جالب بود. این مهمان نوازیشونه میرسونه جان اینجا درش بازه، هر کی خواست میاد و میره. دوست رفیق دوستانی من دوستان هر کی بخواد دیگه میاد. من البته که میان نشین استراحت میکنم. دمتون گرم. اینجا مخصوص برای دوستانه. زنده باشید. ماشاءالله ماشاءالله. ان شاءالله که ما رفتیم تاجیکستان بیایم مزاحم مراجعان بشیم و بیایم توی باغش. چه فضا. داریم میریم سمت دوشنبه و انشالله اگه به موقع برسیم یه جای خاص دعوتیم. اونه اصالت نداره، طبیعت نداره و نیای تاجیکستان کشور خودمون رو نبینیم. آقا تاجیکستان کشور ماست، کشور ما ایران کشور مردم تاجیکستان، هیچ فرقی نداره. واقعا راست میگی. اینو راست میای قشنگ حس میکنی آقا نگاه تو ایرانی اصلا یه چیزی حس فراتر از اون چه که ما تو ادبیاتمون خوندیم و اینجا تازه متوجه میشیم. تازه کتابای ادبیات و شعرهایی که خوندی راجع به شاعرامون، راجع به مشاهیرمون رو اینجا ازش سر در میاری که کی بودن، چی بودن، جای پاشون و رفتارشون و کردارشون و پارسا بودن مردم پارسی زبان رو اینجا حس میکنی. راست میگه به خدا، راست میگه به خدا. تاجیکستان ایرانی، تاجیکستان نره ایرانی نیست. اونجا همه دوره هم جمع میشن، یکی دغدغه‌ش اینه برنج آماده شد نشد، یکی ترشی بیاره، بزرگتر میاد همه بلندشن براش. صحبتایی که پیرمردان ماشاءالله ماشاءالله خدا رحمت کنه همه پدر بزرگا. ماشاءالله صحبتاشون دقیقاً دغدغه‌هاشون نگاه همون ایران، همون پدر بزرگ من همون دغدغه‌ها رو. آقا سلام ارادت مخلصیم همون دغدغه‌ها رو داشتن و اصلا یه دنیای دیگه است. بذار اینجا بگم ماشاءالله ماشاءالله. واو خانوما رو هم ببین نشستن قشنگ سر سفره. اینجا خانوما نشستن، سفره ها رو پهن کردن. جان عکس بگیریم؟ چشم. میگو اینم راه اومد عکس بگیریم. از اول میگفت من نکردم. بگوش خودم بگیرم استوری کنیم. عجب. این میگه این همه راه اومدی که یه عکس بگیری. بابا بیا بگی. چقدر با معرفته، چقدر لوتیه، چقدر مردم تاجیکستان مهربونن به خدا. یعنی هر چقدر بگی کم گفتی، هر چقدر بگی. من که خیلی خوشم اومد بچه‌ها. امیدوارم که شما دوست داشته باشید. چاکر بچه‌ها. برنامه خوشگل مشکل شما رو به قرآن لینک برنامه خوشگل مشکل توی کامنت‌ها بذارید تا ریاکشن بریم. برنامه خوشگل مشکل و خفنو. چاکر بچه‌ها. تا دیداری دیگه لایک هم یادتون نره. بدرود.